بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان، شنوندگان و هموطنان نهایت عزیز گرامی، سلام و احترامات بنده را پذیرا باشین. امروز 25 جولای سال 2025 که به روز جمعه المبارک برابر است، خدمت شما حاضر می باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان، بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان، شنوندگان و هموطنان نهایت عزیز گرامی، سلام و احترامات بنده را بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان، شنوندگان و هموطنان نهایت عزیز گرامی، سلام و احترامات بنده را پذیرا باشین. امروز 25 جولای سال 2025 که با جمعه المبارک برابر است، خدمت شما حاضر می باشم. در پهلوی خبرهای جهادی بر مسائل بین المللی در منطقه هم صحبت‌های و پیشامدهای جدیدی که شده سر از او بحث میکنیم. در خبرهای جهادی 23 جولای ولایت باجوور ولسوالی ناوگی در منطقه چمرکن مجاهدین بالای اردوی پاکستان حمله بمی کردند که در نتیجه از او یک عسکر کشته شد و یکی هم زخمی شد. 23 جولای وزیرستان جنوبی ولسوالی لده در منطقه آسمان منزه یک طیاره کامره درون به واژگون ساخته شده است و در همین ولسوالی، یعنی در ولسوالی لده در منطقه شپش تونه بالای اردوی پاکستان کمین زده شد که در نتیجه 2 عسکر کشته شد و 1 عسکر زخمی شد. تاریخ 23 جولای خبر دادند که 2 روز قبل در وزیرستان جنوبی ولسوالی سرایکی در منطقه باسکی به ذریعه دراسکوف حمله صورت گرفته بود که در نتیجه 2 عسکر کشته شده بود. به تاریخ 23 جولای وزیرستان جنوبی ولسوالی شکتوی منطقه جنجولی به ذریعه دراسکوف حمله صورت گرفته که 1 عسکر کشته شده. به تاریخ 23 جولای وزیرستان جنوبی ولسوالی شکتوی در اطراف منطقه در بالای قلعه بنگش به ذریعه تفنگ دوربیندار شبی که از طرف شب کار میکنه حمله صورت گرفته بود که در نتیجه 2 عسکر کشته شد و بالای قلعه نظامی هم به ذریعه اسلحه سبک سنگین حمله صورت گرفت که تلفات مالی و جانی را در بین قلعه هم به جا گذاشت. تاریخ 23 جولای ولایت مومن ولسوالی صافی منطقه شیخ بابا بالای پوسته چرتنه ایفسی که عساکر از او پیاده در حرکت بودند به ذریعه ماین ریموت کنترل اداره شدگی انفجار صورت گرفت که در نتیجه از او 2 عسکر ایفسی کشته شد. به تاریخ 23 جولای ولایت تانک ولسوالی تانک خاص قریه وندازلو اردو بالای مجاهدین حمله کردند. در حمله بالعکس تلفات مالی و جانی بر اردو وارد آمد. 1 کامره درون از اونا واژگون ساخته شد و در نتیجه فایر اردوی پاکستان 1 طفل 7 ساله به شهادت رسید. به تاریخ 24 جولای ولایت بنو ولسوالی بنو سیتی بالای موتر صوبیدار حمله صورت گرفت. در نتیجه از او 1 عسکر کشته شد و 1 عسکر هم زخمی شد. به تاریخ 24 جولای امروز صبح ولایت کوهات ولسوالی هنگو به تاریخ 24 جولای ولایت بنو ولسوالی بنو سیتی بالای موتر صوبیدار کمین زده شد که 1 عسکر کشته شد و 1 هم زخمی شد. به تاریخ 24 جولای امروز صبح ولایت کوهات ولسوالی انگو با در منطقه سپینتل ساحه بلندخیل به ذریعه دراسکوف حمله صورت گرفت که 1 عسکر کشته شد. به تاریخ 24 جولای ولایت لکی مروت در اطراف امی ولایت در منطقه واندو اردو بالای مجاهدین حمله کردند. در حمله جوابی 4 عسکر کشته شد و تعداد دیگر زخمی شد و مجاهدین محفوظ از منطقه بیرون برآمدند. این بود خبرهای جهادی. در خبرهای بین المللی
که به حساب جهانی است و در طرف به او بحث میشه. یکی موضوعی است که رئیس جمهور فرانسه مکرون گفته که او تصمیم گرفته که در ماهای آینده فلسطین به حیث دولت به رسمیت بشناسه و در همچنان بالای حکومت انگلیس هم از پارلمان فشار آمده که اینا هم باید عمل بالمثل فرانسه را انجام بدن و فلسطین من حیث دولت به رسمیت بشناسن. این کار اسپانیا قبلا کرده و بعض از کشورهای دیگر اسلامی، بعض کشورهای دیگر اسکاندیناویایی هم این کار کردن. عربستان سعودی و اردن از این اقدام فرانسه تقدیر کردن و این را خوش آمدید گفتن. فرانسه و انگلیس دو کشور است که فساد، اساسی از این فساد گذاشتن، یعنی همی فسادی که به نام فلسطین در این سرزمین در 1948 گذاشته شد، اساسی از این را در 1916 انگلیس و فرانسه یک جای گذاشتن که دو جاسوس از اینا رفتن این پلان جور کردن و پارلمان فرانسه و پارلمان انگلیسان را پاس کرد و صدراعظمش قرارداد امضا کردن که به نام قرارداد دانفور یاد میشه که در 1917 امضا کردن و در نتیجه از او فلسطین به اسرائیل دادن و فلسطین، یعنی فساد از خود از اینا است و این هستن که تا امروز فلسطین من حیث دولت نمیشناسن. پارسال 143 مملکت رای دادن که در فلسطین به حیث دولت در ملل متحد شناخته شود و رجیستر شود، اما امریکا او را ویتو کرد و حال امریکا برای گفته های رئیس جمهور فرانسه انتقاد کرد و گفته که اقدام تو خلاف سیاست سیاسی جهان غرب است. در مورد رسمیت شناختن دولت و حکومت هم براتون بگم که بر رسمیت شناختن دولت موضوع جدا است، دولت و رسمیت شناختن حکومت مسئله جدا است. تا زمانی که دولت بر رسمیت شناخته نشه، حکومت بر رسمیت شناخته نمیشه. بنان دولت فلسطین تا امروز در ملل متحد رجیستر نیست، عضو ناظر ملل متحد است، عضو دائمی ملل متحد شناخته نشده. یک بار عضو دائمی ملل متحد شود باز حکومت شد دنیا به رسمیت میشناسه. آرم بسیاری کشورها روابط حکومتی به سطح دیپلماتیک با فلسطین دارن اما به حیث دولت در ملل متحد رجیستر نیست. دست خاطر که این فرق دولت و حکومت شما بفهمین، بیشتر از صدها برنامه های ما که در تمام چینل های مختلف دنیا برای ما بحث کردیم، شما میتونین اون مصاحبه ها را ببینین و به این موضوع خود بفهمانین که بر رسمیت شناختن دولت چی است و بر رسمیت شناختن حکومت چی است، فرق از اینا چی است و چرا وقتی که گپ از دولت میایه حکومت کجاست. بسیاری دوستایی را نمیفهمن. امید است که این مورد و موضوعات ببینن و درک کنن و انشالله که اگر خداوند کنه که فلسطین به دولت شناخته شد و حکومت شد و بتانن همون سرزمین خود به دست بیارن. اگر چی یک اقدام سیاسی است، در عمل غربی ها همکاری نمی کنن. موضوع دومی است که ایران یک میزایل و یک راکت بالستیک قاره‌پیمای جدید را به حساب با آزمایش گذاشت و نامی از او است میزایل خرمشهر 5. خرمشهر 4 و 3 و 2 که بود، اونا در حدود 700 1,500 تا 2,000 و چند صد کیلومتر میتونه زده. این را که حال جور کردن این 12,000 کیلومتر میزنه و از ایران تا نیویورک 12,000 کیلومتر است. بنان هدف مستقیما امریکا و اروپا است و این همین چیز است که امریکا و اروپا را ورخطا کرده که ایران این میزایل جور کرد و قدرتی از این میزایل این است که 2 تن یعنی 2,000 کیلو مواد انفلاقی را و اتمی را انتقال داده میتونه و قدرتی از این از بم بنکربستر امریکا که بسیار نام داشت و تا امروز مخالف و حریف نداشت، یعنی GBU 57 که در فردو و اصفهان و نتنز استعمال کردن، اونمو از اون میزایل کده قوی تر است، تقریبی از این موضوع کده قوی تر است و از این بابت یک خطر بزرگ به اینا پیش کردن. چند روز قبل وقتی که ایران ماهواره قاصده به فضا فرستاد، من در چندین برنامه هایی که در تلویزیون های مختلف در افغانستان و دنیا که کردم، در اونجا من یک اشاره کرده بودم که همین میزایل قاصد که ای به ماهواره را میبره،
این قراپیما باید باشه که یک قدر باید دور بره. اینال این خودش نشان میداد که بظاهر خوی محوره را برد به فضا، مگر این نشان میداد که ما توانه زیره داریم که قراپیما و بالستیک بسازیم. اما دیدین که دفعتا 2 روز بعدش اینا قراپیمای خدا هم رونمایی کردن. این معنی زیره نداره که اینا 2 روز زیره جور کردن. گفته میشه که سرعزی خرمشهر 5 از 12 ماه میشد که کار میکردن و سر خود خرمشهری که 1 و 2 و 3 تا 4 رسانده بودن، از 4 سال به این طرف کار کرده بودن و اونا را ساخته بودن و این مدل آخرش که قراپیمای 12,000 کیلومتری است که 12,000 کیلومتر میزنه. ایره دی 12 ماه جور کردن و حال رونمایی کردن که به حساب آل اسرائیل و کلگی و حتی اروپا هم به این میفهمه که ایران در زدن میزایل بلف نمیکنه و اگر اروپا و اینا کدام چیزی کنن، این میزایل هم به اروپا میرسه و هم به امریکا میرسه. مسئله دومی است که ایران یک میزایل جدید خود ایران یک محوری دیگری را امروز از مرکز سیاره روسیه به نام وستوچینی به خلا فرستاد. محوری قاصد در 450 کیلومتری خلا قرار گرفت و ایره که فرستادن محوره ناهید دوره. این محوره ناهید دو در 500 کیلومتری فضا قرار میگیره. به خوبی از این چی است؟ چیزی را که من در برنامه‌های خود بر شما میگفتم که ایران ستلایت نداره که از او در جنگ به جی پی اس استفاده کنه. از این بابت نیازمند روسیه و چین بود. این محوره که است، این محوره مخابراتی است، یعنی فرکانسی ها را چیز میکنه و در سیستم مخابراتی و اینا کمک میکنه. اینال این محوره میتونه که در سیستم جی پی اس از سیستم خود سیاره از اینا و این برای 2 سال برای ایران کار کردن، بعد از 2 سالی باز ناکاره میشه، باز اینا میتونن یکی دیگر را روان کنن. فرکانسی ازی که امواج ازی که کار میکنه، امواج ازی XKU UHF هست. این فرکانسیش است و این یک چیزی میشه که ایران در این بابت هم از ضرورتمندی با کشور روسیه و چین به حساب خودکفا می سازد. و همچنان ایران پروگرام داره که در ماه آینده یک محوره دیگر به نام محوره پارسی 2 به خلا بفرسته. این کلگیش نشان میده که ایران در صنعت و تکنولوژی داره قدم به قدم به پیش میره و با جهان غرب شانه میزنه و این یک چیزی است که راهنمود و راهنماست برای جهان اسلام که کلگی و جهان اسلام باید به این رقم اگه خودکفا نباشی، با پایت ایستاده نباشی، میزنند. دیروز ترکیه هم 2 میزایل جدید را رونمایی کرد که یکیش 700 کیلومتر ساحه را میزنه و یکیش 1000 کیلومتر. وقتی که کشورهای اسلامی قوت نظامی خود جور میکنن، دل آدم خوش میشه. یگانه کشوری که جور میکنن دل آدم خوش نمیشه او پاکستان است. چرا پاکستان ایره بر علیه دشمن استعمال نمیکنه، بر علیه جهان اسلام استعمال میکنه، بالخصوص افغانستان عزیز. از این بابت با او آدم خوش نمیشه. اگر میزایلایی که پاکستان، ایران و ترکیه و یا دیگر کشورها میسازه بر علیه جهان که بر علیه اسلام، مثلا فلسطین تکه میکنن، میزنن، استفاده میشه، با استعمال شوه، این قوت جهان اسلام نشان میده و این آدم خوش میشه. از این بابت برای ما هم افغانا لازم است که در این بابت کار کنیم و حکومت اسلامی هم در این بابت باید کار کنه. خبر آخری است که یک مؤسسه یهودی افشا کردند که از جمله 574 راکت و میزایلی که ایران بالای اسرائیل مصرف کرده، این یک احصایی است که اینا دادن، چرا که احصایی دیگر خود از این بیشتر است که به هزارها میزایل رفته. اینا میگن از 574 میزایل 201 میزایلش اسرائیل جلوش گرفته، در حالی که راپوری که ما قبلا به شما داده بودم از اسرائیل و از امریکا، اونا میگفتن که در تا 7 روز اول اینا در حدود 86 یا 87% میزایلا را میزدن، از بین میبردن. اما بعد از روز 7 تا روز 12 باز این تعداد به فیصدی کم شد
یعنی از هر 100 دانه در اوایل اینا 86 دانه 87 دانه را میزد، در حدود دیگه 14 الی 15% یا 16% دیگه زده نمیشد. اینا میگن که نه خیر، او گپ نیست. خود اسرائیلی میگن که نه، 201 دانش زده از جمله 574 دیگه، یعنی بیشترش نتانست زده، او هدف خود زده دیگه. این احصایی جدید است و این نشان میده که به حساب اسرائیل چقدر ضربه خوردن. در مورد سوریه خبری است که قوای سوریه از السویدا برآمدن، زمام منطقه را خود مردم دروزی گرفتن و در اونجا بیرقای خود بالا کردن و در بعضی جا بیرقای اسرائیل هم بالا شده و این منطقه به حساب از دست حکومت الجولانی برآمده و اسرائیل هم به می رقم آیسته ساها را میزنه و حکومت مرکزی را ضعیف میکنه، که دیروز به این صحبت داشتم که ترکیه اخطار داده که اسرائیل پیش قدمی کنه اونا هم وارد از این منطقه میشن. امید است که برنامه را ببینید، خوش کنید، با دوستا شریک بسازین. تا برنامه بعدی شما را به خداوند میسپارم و ما علینا الا البلاغ.